یه ویدیوهای دیگه. امروز همونطوری که از تامنیل و تایتل اینترو اول این ویدیو دیدید، یه سنسیویتی جدیدی چیدم که واقعا این سنس خوبه. حالا ما میریم توی لون ولف و با هم میبینیمش. اما بچه ها، قبل از همه چیز اینو بهتون بگم که این ویدیو رو لایک کنید، چنل منو خواهش میکنم ساب کنید و یه کامنت خوشگلم بذار که واقعا دمت گرم اگه بتونی این کارا رو بکنی. و بچه ها، یه چیز دیگه تا یادم نرفته، بچه ها امروز یه سورپرایز خیلی بزرگی دارم، مثلا خیلی خوشحالم. چنل یوتیوبمون شد 2 مشترک و بچه ها نزدیکای 7-8 تا بازدید خورده ویدیوی اولم، که اونم در مورد سنسیویتی بود. بچه من خب توی چنلم فقط ویدیو سنسیویتی نمیذارم بچه ها. داشت پلی بده دیگه. من فقط ویدیو سنسیویتی نمیذارم بچه ها. چیت خالص. این سنسه چیته. فقط چیز نمی کنم بچه ها، چی بهش میگن، فقط ویدیو سنسیویتی نمیذارم. چون سایز دکمنتی هم 43 باشه. خب خیلی خوبه 43 واسه این سنسیویتی خوبه. داشت کجایی؟ داشتمون چرا اینجا؟ بچه ها چیت خالصه، بچه ها چیت خالص. اصلا خودتون دارین میبینید آقا، قضاوت با شما. من یه وودپک میگیرم با یه دونه، نه دولون، نه دیزرت به UMP بچه ها. یعنی بچه واقعا این سنسیویتی به شدت معرکه است. یعنی تو هر چی بهش بگی گناهه. بیا داداش گله صاف شو. داشت چرا نمیخوری تو الان که خیلی خوب میخوردی؟ پشمام چی شد یه دفعه؟ خیلی خوب دوستان عزیز و گرامی، کجاست خوشگل پسر؟ حاجی نت ایرانو، حاجی نت ایرانو بیا اینجا داداش. میفهمی داداش عشقی؟ بالاتنش خیلی خوشگله حاجی، من خوشم اومد. مال کجاست من نمیدونم حاجی. بچه ها از این به بعد اگه خواستید برم و سنسای جدید رو توی رنکاپ تست کنم حتما بهم بگید. توی رنکاپ چون یه مقداری باید بریم واسه چیز دیگه دوستان، بریم واسه گرند مستر دیگه. داشتمون کجا غیبش زد داداش؟ کجایی؟ بابا بمیر دیگه، عجب آدمیه. بابا بمیر پلشت، تو به ما نمیخوری که. آره دیگه بچه خودتون این قضاوت این سنسیویتی با شما. آخ بخره یه شادگان دلول پیشل خرید. خب اشکال نره بچه، این سنس خب واقعا خوبه بچه. بهتون گفتم که سایز دکمنتی هم 43 باشه. بعد این ران میرم حتما بهتون سنسو نشون میدم چطوری نمردی حاجی، چطوری نمردی حاجی. خدایش بالاتنش خوشگله، من خوشم اومد. من فکر میکردم که باته، ولی بعدن فکر که دیدم فهمیدم داشتمون نتش ضعیفه. داداش چیکار میکنی لوش؟ لگ دارم، لگ.
داش لگ دارم داداشی لگ دارم وایسا داش لگ دارم وایسا تو رو قرآن داداش چرا تو پلی نمیدی مثل آدم و بله بچه ها این بود از ویدیو سنسیویتی امروز دوستان که روی این داداشمون امتحان کردیم و بچه ها بریم با هم این سنسیویتی خوب رو ببینیم. بله بچه ها این سنسی هستش که من مدت هاست دارم روش پلی میدم و واقعا تا الان چی شده باشه عوضش کنم. خب واقعا سنس معرکه است. مرسی که تا آخر این ویدیو رو دیدید. حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنل ما هم ساب کنید. خلاصه آقا عشقید تا یه ویدیو دیگر. بدرود.